با این ویدیو نخندیدی من دیگه ریاکت ضبط نمیکنم. یه اصلا رقص حساب نمیشه به نظر من یک بازی. سلام علیکم، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا من اومدم با یه ویدیوی ریاکت به رقص و میدونم که قراره کلی فوش بخورم. چند وقت بودی داشتم فکر میکردم که اصلا بگیرم نگیرم. بابا چه کاریه؟ مگه مرض داری؟ ولی از جایی که آره مرض دارم گفتم بذار بگیرم. به چند دلیل. یکی این که دوره هم بگیم بخندیم، ویدیو رو ببینیم، شاد شیم، فلان و فلان و فلان. دلیل دومش اینه که کسایی که علاقه مندن به رقص و خودشون رقصنده خوبی میدونن یا هرچی، اگه پیجای خوبی ندارن از طریق حالا کانال یوتیوب من یا پیج اینستاگرام من بخوان دیدشن، چون من قراره یه سری نظرسنجی ها بکنم از شما و بهشون نمره بدیم و حالا بذارم تو پیجمون. ولی این کارا این شکلی و بریم خیلی وقت رو تلف نکنیم با ویدیوی اول. ببینید چی تو اکسپلور دیدم اینجوری شدم. اصلا حرفی میشه زد؟ آقا من اینو که دیدم قشنگ چشام گرد شد، اینجوری بودم که چقدر سخته. سری رفتم تو پیجش و تمام ویدیوشو دیدم همینجوری با ریتم اصولی درست. یعنی ویالونیه انقدی خوب نمیزنه که این با سینه هاش چی جوری میشه. اصلا به خودم نگاه کردم دیدم اصلا رگ به رگ میشه آدم این کارو بخواد بکنه. دمش گرم. من بهش 10 از 10 میدم. بریم با ویدیو شماره 2. از کی؟ طناز مهربان. چرا آخه؟ ببین یعنی این آدم اصلا توی لیگ دیگه بازی میکنه. اصلا نگم لباسش، اکتاش، صداش. من خیلی ویدیو ازش دیده بودم، خدایی خیلی دیده بودم، ولی اصلا تازگی ها دیدم یکی از استعداداش رقصه. آخه این چی؟ ولی بامزه است، خیلی خدایی بامزه است. چند باید بهش بده؟ 1 از 10 خیلی منفی 1 از 10. ولی نه چون بامزه است 1 از 10. ویدیو شماره 3. آقا من چند روز پیش تو اکسپلور دیدم این پسره رو، یعنی اصلا گفتم وای تو چقدر خوبی. این یه پسریه که نمیدونم کدوم شهره یا حالا کدوم کشوره، ولی فکر کنم سمت مثلا افریقا اینا باشن، چون که رقص کرمانجی رو شروع میکنه به یه سری حالا آفریقایی و شبیه حالا آفریقایی از نظر من شروع میکنه آموزش دادن. و ببین دیگه، ببین چقدر قشنگه، چقدر خوبه. جدا از این که رقص کرمانجی خیلی قشنگه، حالا شاید هم چون من خودم اصلیتم برمیگرده به خراسان و خب خیلی سخته دیگه تو به سری خارجی شروع کنی مثلا رقص یاد دادن، اونم کرمانجی و اینا، خیلی جذابه. خداییش بهش باید 10 از 10 بدیم. بریم با ویدیوی شماره 4. آقا میگم من یه ذره مرض دارم، چرا از همکارات از خود دشمن میکنی؟ این خانومه رو دیدم کلی ویو داشت، فالوورای بالا داشت، قطعا طرفدار خودشو داره. اصلا من نمیگم بده یا خوبه، ولی بالاخره قرار ریاکت بگیریم دیگه. حالا درباره خودم میام نظرمو میگم، ولی اول درباره این چیزا بگم، درباره کسای دیگه قیمت همیشه راحت تره. آقا ویدیو رو میذارم خودتون ببینید دیگه. ببینید مشکل اول چیه؟ مشکل اول از نظر من اینه که خب باشگاه بدنسازی اومدی و لباس مجلسی تنت میکنی، بکت دستگاه‌های بدنسازی دیده میشه، پاشنه دار و فلان اینا. یه ذره من این چیزا رو نمیفهمم. حالا یکی بگه بابا برو جورابای خودتو درست کن، ولی جورابای من منطق داره. جورابای من ورزشی، تو باشگاه ورزشی دیگه همه جا که جوراب نمیپوشم که. ولی این از این. دو اینکه به عنوان یک آدمی که بخواد بگه من شادم ناناش اوکیه، ولی به عنوان یک دنسر حرفه‌ای که مثلا بیای همیشه مثلا ویدیو رو ثابت میذاره، یعنی دوربین رو ثابت میذاره، یهو میاد همینجوری مثلا حالت داش مشتی تو. من حرکت خاصی خیلی نمیبینم که مثلا اکت خاصی داشته باشه با گردنش شونش نشون بده، نه خیلی حالت دور همینطور میاد. نظر منه، نمیگم بده ها، من میدونید بالاخره میفهمید خودتون دیگه. من از 10 به خاطر شادیش حالا مثلا طرفداراش فکر کنم 5 منطقیه دیگه. من 5 از 10 میدم. بریم ویدیوی بعدی که اصلا آقا
من بهت قول میدم اگه با این ویدیو نخندیدی من دیگه ریاکت ضبط نمی کنم، به خدا. یعنی اصلا من این آقا رو میبینم نمیدونم باید دربارش چی بگم. من معذرت میخوام چون که خیلی هم به من لطف دارن، ببخشید نمیتونم دربارش چیزی بگم. اصلا از اسمش تا استایلش تا رقصش، چرا این اسم رو انتخاب کردی؟ پهلوون. من تو ذهنم مثلا پهلوون همیشه مثلا تختی بود. بعد اوکی پهلوونی، رقصو ببین. لعنتی تو پهلوون هستی اوکی، چرا لباتو لوله میکنی؟ لباتو قنچه میکنی؟ چرا آخه؟ این چه اکتیه؟ این چه رقصیه؟ بعد یه سری ویدیو داره میاد تولد مبارک میگه باره اوف اصلا نکرد وای 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 یه دونه دیگه چون خیلی دوستش دارم بذار یه دونه دیگه برات بذارم. چرا اینجوری کردی با من؟ ببین این ویدیو شماره 6. آقا من میگم رقص درست یا مربی یا مثلا رقص درست حسابی، همچین چیزی میگم دیگه. الان ببینید این خانومم میگم جزو کساییه که ویوهای بالایی داره و به نظر من حقشه، فالوورای بالایی داره به نظر من حقشه، داره اصولی میرقصه، قشنگ میرقصه، نازشو داره، زیباییشو داره، بعد داره یه چیزی نشون میده، میدونی داره با ریتم حرکت میکنه. اینجوری خیلی دلی همیشه بیای ویو بگیری نمیدونم، به نظر من حالا یک بار دوبار اوکیه، ولی اون خانومی که من میگم یا یکی دیگر رو میذارم همیشه همینه. ولی این از نظر من همه چیش درسته، 10 از 10. آقا اصلا نگم براتون، من اینو دیدم این شکلی بودم. چرا آخه؟ چرا با خودت این کارو کردی؟ ببین این فیزیوتراپی لازمه. یعنی اصلا مگه میشه من تورک ندیده بودم یک آقا اینجور کف زمین تورک بزنه، بعد با جلیقه با این اصلا رقص حساب نمیشه به نظر من، یک پوزیشن اصلا. چرا آخه؟ این با تمام قدرت با تمام وجود من دیدم حالم بد شد، یعنی احساس کردم که آی کمرم، فکر کنم فقط کمرم بهش حرکت سختی آقا، ولی چند بهش بدیم از 10 نمیدونم، هم با مزه است هم 3 از 10. اینم یکی از اون گروه‌های مورد علاقه منه، یعنی یکی از اون رقصای مورد علاقه من که من هر وقت اینجوری میرم تو پیجشون یک ساعتی تو پیجشونم. اسم رقصش هم واقعیتش یادم رفته چیه، نمیدونم، سمت فلسطینه، سمت عراق، سمت لبنانه، فکر میکنم همین جاها باشه. کمک کنید به هم تو کامنت ها بگید، که دوبارم خوندم دربارش، راستش یادم رفته، ولی خیلی گروه خفنی هن. خیلی رقص خفنیه اصلا. ببین تو رو خدا اصلا همه چیش خوبه دیگه، اصلا به وجد مردم دربارشون بخونم، اصلا به وجد میاد آدم. 10 از 10. بریم سراغ ویدیوی بعد. آقا این پسرم قصدوناست که اینم طرفدارای خودشو داره ولی رو اعصاب منه. چرا رو اعصاب منه؟ بابا چرا انقدر اگزاجره میرقصی؟ اوف بابا برقص، چرا انقدر کش و قوس میدی؟ نگرانتم. این چرا این حرکت های میمالی خودتو گاز میگیری؟ این کار مرد نیست. حالا من الان اومدم مردم زرانش نکنم ولی نمیذاری. 1 از 10. و رقص آخر رو تموم میکنی با رقص زیبا قشنگ ایرانی، خانوم دلبر، رقص درست، لباس درست، اکت درست، همه چی اوکیه دیگه. کلا من خودم رقصای ایرانی رو توی پیجم زیاد انجام ندادم ولی خب خیلی قشنگه، خیلی زیباست. بیشتر مثلا تو ایونت هایی که دعوت شدیم با گروه رقصیدیم، ولی خب به عنوان مثلا توی اینستاگرامم خیلی نذاشتم راستش، به چندی دلیل یادم رفت فارسی تموم شد، به چند تا دلیل نذاشتم، ولی
این همه چیش قشنگه دیگه، 10 از 10. و باز قرار من ویدیو بگیرم تا اینجا رو تموم کنیم. یه چیز بگم، اگه دوست داشتید به هم حتما بگید که پارت دومو بگیرم. پارت دوم قرار خیلی با ویدیوهای باحال تر بیارم، هنوز خیلی ها رو براتون نذاشتم. و درباره خودم میخوام بیام ریاکت بدم، گل به خودی بزنم طبق معمول. شما هم بیاید نظرتون رو بگید. یه حرکتی هم که میخوام انجام بدید لطفاً اینه که من نظر خودم رو دادم، امتیاز خودم رو دادم، نمره خودم رو دادم، ولی من مهم نیستم که شما مهمید. اگه من دارم میگم که شماره مثلا رقص شماره 2 5 از 10، شما بیاید نظر بدید تو کامنت ها که به حق نمره دادم ندادم، کی بالاتره کی پایین تره. و اگه هم دوست داشتید رقصاتون رو برای من بفرستید، من ببینم نظر بدم. دیگه چی بگم؟ لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و رقص برترم هر هفته میام تو پیجم اعلام میکنم دیگه، میام میذارم. و دیگه چی بگم؟ دیگه چی، میبوسمتون. خدافظ.